سلام به همه تماشابینان، خوش آمدین به کانال ارزنده. بسیار از تماشابینان گفتند که در کانال ارزنده تارت نیست و اکنون امروز باشد همراه تارت تیار میکنیم. انیکترش تارت میدویک تیار میکنیم. خب محصولات برای ما لازم است 3 قاشق عسل، 6 تا تخم، 2 قاشق شکر، 200 گرم مارگارین، 1 قاشقچه سودا و آرد. در آخر باز من میگویم که چقدر آرد انیکترش صرف شد. و باز برای کرم و ما لازم است سلیفکی های 33%، سمیتانه 20% و ساخرنی پودر لازم است. وقتای پیش من تارت میدویک رو اول در آب گرم همه محصولاتش رو تیار کرده بعد خمیر میکردم و حاضر باشد بسیارتر آدم ما در آب جوش نه بلکه همین خیلی در بالای پلیتا مانده تیار میکنم و امروز نیز من میخواهم همین طور تیار کنم. برای اول این خیلی تیار میکنیم. 3 قاشق عسل رو میاندازیم. عسل رو با بالای پلیتا گذاشته آب میکنیم. عسل رو آب کردیم، انا همین نمود شد و اکنون 2 قاشق دیگر شکر میاندازیم. باز با بالای پلیتا میمونیم و شکر رو نیز آب میکنیم. وقتی که شکر و عسل رو آب کردیم اکنون مارگارین رو نیز میاندازیم و مارگارین رو نیز آب میکنیم. محصولات ما باید انا همین نمود شود. اکنون محصولاتی تیار کرده را به یک طرف میگذاریم که تا که کمی خنک شود. تا خنک شدن محصولات ما با یک طغارچه علاوه تخم ها را میاندازیم. تخم ها را لط میزنیم. تخم ها را لط زدیم. محصولات ما خنک شد کمی و اکنون کم کم محصولات رو با تخم ها انداختم و با میکسر لط میزنیم. اکنون سودا رو میاندازیم و کم کم آرد اضافه میکنیم. تماشابینان گرامی، خمیر ما باید همین شود، آنقدر سوست نه. ببینید باید همین خمیر ما باید شود. چقدر که خمیر شما ملایم شود اگر تارت شما نیز همین ملایم می شود. اکنون همین نمود کاغذ یعنی پرگامنت بوماگه میگیریم و با بالای این زباله هایی که تیار کردیم میگذاریم تا که به دستان ما خمیر نچسبد کمی روغن میمالیم و زبالچه ها را تنک میکنیم. زباله را من همین نمود تنک کردم از سببی که کاغذ من کمتر مایده تر هست، برای همین زبالچه من مایده تر شد. اکنون با تفتان میمونیم با 200 درجه گرمی در مدت 3-5 دقیقه. تماشابینان گرامی، باز میخوام یک چیز دیگر گفتم که اگر که شما تفتان نداشته باشین شما میتونید در سکоворودکا تیار کنید. انا همین زبالچه های تنک میکنید و با سکоворودکا میگذارید، از هر دو طرفش سرخ میکنید. من وقتی که تفتان نداشتم همین خیلی میکردم، در سکоворودکا همین های سرخ میکردم. تماشابینان گرامی، چقدر که میبینید من همه زباله ها رو علاقه سرخ کردم. همگی 6 تا زبالچه شد، یک تا دیگرش در تفتان است. حالی همه اینها یک خیل نیستن و اکنون حاضر
همه زباله ها رو یک خل میبریم. برابر آن همین طبق من میکنم. زباله رو میگذاریم. آن همین خل طبق رو میمونیم و میبریم. من این زیادی کردگی هاش را به یگان کاسه میگیریم و ما لازم میشوند حتما و میگذاریم من کم کم. وقتی که زباله ها رو تیار کردیم، اکنون با تیار کردن کرم سر میکنیم. در اول سلیفکی ها رو میاندازیم. خاکه قند رو نیز میاندازیم. اکنون همش رو لط میزنیم. سلیفکی ها رو نیز لط زدیم. باید که آن همین نمود شوند سلیفکی ها و اکنون با سلیفکی ها 4 قاشق دیگر سمیتانه میاندازیم. باز کمی دیگر لط میزنیم. کرم رو نیز تیار کردیم. باید که آن کرمی ما نمیخل شود. بینید چقدر واز دوش نشده با زبانی روسی بگیم. اکنون همه زباله ها رو میچینیم. در اول با پتنوس با طبق کمی کرم میمالیم. تماشابینان گرامی، اکنون آن همین زیادی هایی که بودن اگر که هیچ نخورده باشد شما برای آرایش تورت استفاده میبریم. از تورت تراشک میگذرانیم. آن همین خیلی من آن همین نمود تیار کردم. از تورت تراشک گذراندم. باز بیختم شده تا که همش یک خیلی باشد. اکنون تورت رو آرام میدهیم. تماشابینان گرامی، آن همیخل تورت رو آرام دادیم. اکنون میمونیم که یک شبانه روز تا که پورا تورت ما تیار شود. تماشابینان گرامی، تورت ما هم تیار شد. شما نیز حتما برای نزدیکان خود و برای روی دسترخوان خود تیار کنید. خیر، تا دیدار آینده در پناه خدا باشید.